السلام علیکم دوستان عزیز. السلام علیکم بیماران عزیز. امروز من به شما درباره سواد، درباره بیسوادی گپ میزنم. دوستان عزیز، دکتر شدن آسان نیست و برای دکتری نقص شدن یک آدم، یک طلبه اول مکتب را باید نقص خواند، بعد انیورسیت را 8 سال، در بعضی حالت از این هم بسیارتر خوانده ختم کند باید. بعد در مدت یک چند سال، ممکن 2 سال، ممکن 5 سال، ممکن 10 سال باید سخت خوانده پرکتیک کند، بیمارها را قبول کند. یعنی علم در کار، صبر در کار. فقط با خود علم پرابلم ها حل نمی شد. اگر صبر نباشد نتیجه سوس می شود. انا اکنون علم در کار بوده است. انا اکنون از طرف بیماران نیز از طرف بیماران نگاه کنیم و گپ زنیم. هم صاحب علم شدن این یک پیلوسی کلام برای بیماران است. بیسوادی باشد یکی از حل نشدن پرابلم ها است برای بیماران. کسلی ها پر، مثال давление، یعنی فشار بلندی. سبب اساسی فشار بلندی این عصب است. سبب اساسی عصبی شدن، سبب اساسی عصبانی شده داد زدن، این بیسوادی است، بی‌آدابی است. من شما تن میگیریم یا نمیگیریم این уже не имеет значения. یعنی رول اجرا نمی کند. ما تن گیریم هم تن نگیریم هم این حقیقت است، آن چیزی که من گفتم. و آدمی که نیت خلاص شدن دارد از فشار بلندی باید سوادش را نقص کند، خلق اطوارش را، فکر کنش را نقص کند. تواند خودش کتاب خواند، تواند با پسیخولوگ و پسیخوتراپیست کار کند. انا اکنون یکی پرابلم های در استومهره، یعنی گریزه یا پراتروزه یا که درد زانو، درد پای یا دست، این چیزها نیست دوستان عزیز. اول دارو در کار، بعد مشق در کار. لیکن انا همین چیز را بیمار نفهمد یا که نه من مشق نمی کنم گفته گردن غفصی کند، کی ضرر می بیند؟ خود بیمار ضرر می بیند. دیدید بیسوادی، این انسان اگر بیسواد باشد یک دشمن خود نکردگی گندگی ها را به خودش می کند. به خودش از دشمنم بدتر معامله می کند. در حاضر دوستان عزیز، در وقتی کسلی های استومهره، درد پای، درد دست، داروها در بعضی حالت ها ممکن، لیکن چیز اساسی این گیمناستیکا، مشق کردن می باشد. دیدید این چیز را برای فهمیدن سواد در کار، این چیز را برای فهمیدن فهمش آدم، جهان بینی آدم نقش شدنش در کار، علمش شدنش در کار و آدم کتاب خواندنش در کار. یا که آن آدمی که دیگر آدمی علمدار را گوش میکند، گوش کرده تانستنش در کار. کدام آدمی دانا را گوش میکند و با توصیه هایش عمل میکند؟ آدمی که فهمش دارد. значит فهمش، عقل، باسوادی، این برای صحت شدن، برای از کسلی ها خلاص شدن یک رول مهم را اجرا می کرده است.
баъзе ҳоро мебинед ки дору мегирад, боз дору, ва пеш як духтур рафт, 5 бор рафт, тамоман фоида надид, боз рафт истодааст. ё духтурро иваз кун, ё худатро, майнии сарро иваз кун, танбалиро парто. ана дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки аз суҳанҳои ман як маълумотро, як чизе ки ба шумо фоида мекунад, ана ҳамин чизро мегиред. саломат бошед.